olmasan yaşayamam. Oy didem 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 didem. Nereye kaldı dünya, dolup boşaldı dünya. Dünya dünya. Çeke çeke herden, gözlerine çeke çeke menden kalbim ya. ابراهیم تاکتیساس و رضا زراب هر دوتاشون عاشق گونال بودن، اما هر کدوم به شیوه خودشون. ولی چی شد که گونال دختر آذری از هر دو نفر جدا شد؟ امروز رو با سال 2017 همراه باشید که همه چیز رو میخوام در مورد گونال بشنوید. گونال زینالووا یا به اون شکلی که معروفه دختر آذری گونال در سال 1985 در آدام آذربایجان به دنیا اومد. خانواده گونال مخصوصا دوتا برادر و پدرش تو کار موسیقی بودن و از این رو گونال از کودکی با موسیقی عجین بود. پدرش کلارینت و مادرش پیانو می نواخت و گونال هم از این رو با آلات موسیقی آشنا بود. زندگی گونال در سال 1998 در کنسرتی که ابراهیم تاکتیساس در باکو داشت برای همیشه عوض شد و بخت به گونال رو کرد. گونال اون شب به روی صحنه رفت و آهنگ پادشاه سیبل جان رو خوند. ابراهیم اون شب مسحور صدای گونال شد. بعدها گونال در ایبوشو ظاهر شد و با دلبری و استعدادی که داشت خودش رو حسابی نشون داد. ابراهیم سرپرستی و آموزش این دختر رو بر عهده گرفت و گونال در سال 1999 اولین آلبومش رو با اسم نه اولور اللهم بیرون داد. همون سال گونال آذری کızı حسابی تو ترکیه شناخته شد و کلی طرفدار پیدا کرد و نشون داد که سرمایه گذاری ابراهیم تاکتیساس روی اون بیهوده نبوده. Nedir senin adın? Günel. Nerelisin Günel? Ağdamlıyım. Ağdamlı. Nereye bağlı bu Ağdam? Karabağ. حتما اون دوره‌ای که آهنگ دیدم دیدم گونال تو ترکیه بر سر زبون‌ها بود رو یادتونه. همون سالها توی ایران هم کلی طرفدار پیدا کرد. گونال در این شهرت و محبوبیت اون چهره ساده و دوست داشتنیش رو حفظ کرده بود، اما در سال 2003 با آلبوم رسمی می چکه چکه با قیافه جدید و موهای رنگ شده بازگشت درخشانی داشت و طرفداراش حسابی شوکه و خوشحال شدن. همون سالها استایل جدید گونال و دامنهای اسکاتیشی که تو اجراهاش میپوشید تبدیل به انتخاب اول دختران جوان شد و ازش پیروی میکردن. در سال 2008 آلبوم آدیوک رو منتشر کرد. تو همون سالها گونال تغییراتی در چهرش به وجود آورد و از قیافه دخترانه خودش فاصله گرفت و این تغییرات تو ترکیه به شدت بازخورد داشت، چون همه به قیافه قبلی گونال با ابروهای پیوندی عادت داشتن و این تغییرات براشون عجیب بود، یا بهتره بگیم رسانه‌های ترکیه طبق عادت این تغییرات رو بولد کرده بودن. در همون سالها خبر رابطه گونال با سرمایه‌دار بزرگ ایرانی رضا زراب به گوش رسید. این دو در مدت کوتاهی نامزدیشون رو علنی کردن و از هر نظر زوج بی‌نقصی به نظر می رسیدن. رسانه‌های ترکیه نوشته‌هایی از ابراز علاقه رضا زراب منتشر کردند که گفته بود دوست داشتن تو عبادت منه. Resmimi çeke çeke her dem, gözlerine çeke çeke menden kalbim yanar. Çeke 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 sen. تو ویدیوی مخصوص ابرو گوندش اشاره هایی به این ماجرا کردیم، ولی اینجا داستان رو از پنجره گونال میبینیم. گونال هم واقعا عاشقانه رضا زراب رو دوست داشتن. همه انتظار یک ازدواج عالی رو داشتن که ناگهان در میان بهت و حیرت همه خبر نامزدی رضا زراب با ابرو گوندش پخش شد. در واقع گونال از خودی خورد. این اتفاق ضربه بزرگی به گونال زد و چند باری در گفتگوهاش به این موضوع و ظلمی که ابرو گوندش در حقش کرده بود صحبت کرد و استوری های بسیاری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. گونال حتی اشاره کرده بود که هر کنسرتی که برگزار میکرد با مشکل روبرو میشد و برنامه‌گذارها دیگه رغبتی به همکاری باهاش نداشتن. بعدها معلوم شد که تیم ابرو گوندش در این ناکامی‌ها نقش داشته. فاجعه بارتر این که چند سال پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ترکیه افشا شد که ابرو در زمان نامزدی رضا و گونال چند باری به خونه رضا زراب رفته بوده و بعدش رضا رابطش رو با ابرو قطع میکنه، اما ابرو سعی داشته در حفظ و ادامه رابطه. حتی رضا زراب به گونال زنگ میزنه و تو این تماس تلفنی گونال به رضا میگه که من ازت جدا شدم و تو نمیتونی با یه دست دوتا هندونه رو برداری و رضا اصرار بر ادامه رابطه داشته. گونال میگه من پیامایی رو که تو براش فرستادی رو دیدم و الان بعد از 6 ماه چرا میخوای دوباره رابطه رو با من شروع کنی؟
خلاصه در کشمکش بین ابرو و گونل خانواده رضا زراب متاسفانه سمت ابرو رو گرفتن که در ویدیوی مفصلا به این موضوع پرداختیم. البته زندگی ابرو با رضا زراب هم دوامی نداشت و اونها با وجود داشتن یک فرزند از همدیگه جدا شدن. جدایی که به قول رسانه‌های ترکیه با توجه به پرسر و صدا بودنش تاوان ظلمی بود که به گونل کردن. Ben ayrılmamışam senden. Ben senden ayrılmışam. Barışdırmayasan. Bir elinde iki karpuz tutmağa çalışırsan. Tamam, ben utanmıram. Əlimdirəm, البته رضا زراب کلا سر و گوشش میجنبوده و یه مدت هم گفته میشد که با حادثه به ابرو خیانت کرده. رسانه‌های ترکیه افشا کرده بودن که رضا زراب تا همین چند سال اخیر هم سعی در برگردوندن گونل داشته، ولی گونل که دختر بسیار مغرور و محکمیه هیچ جوره زیر بار نمیره و براش مقام و موقعیت رضا زراب کوچکترین اهمیتی نداره و این حرکت گونل به شدت تحسین شده از طرف رسانه‌ها. گونل پس از این ماجرا مدتی از رسانه‌ها دور بود و این بار بازگشتش با تغییرات اساسی و عمده‌ای همراه بود. اون عملهای زیبایی زیادی داشت و قیافش کلاً با قبل فرق کرده بود. این تغییرات بازخوردهای مختلفی داشت. عده‌ای گفتن اون تبدیل به یک زن کاریزماتیک شده و عده دیگه هم گفتن قیافش کلاً تغییر کرده و ترجیح میدادن همون گونل بانمک با چهره معصوم رو ببینن. و البته که گونل تو چند ویدیو به این نظرات به تندی جواب داد. و اما از مهمترین مبارز رابطه گونل و ابراهیم تاتلیس است. گونل همیشه نسبت به ابراهیم ارادت داشته و داره و ازش به عنوان برادر بزرگتر و حتی گاه هم پدر یاد میکنه. ولی چند سال پیش یک دلخوری بینشون پیش اومد که گونل حتی تو رسانه هم اعلامش کرد. داستان اینه که خواننده ها میتونن از همدیگه اجازه خوندن آهنگاشون رو دریافت بکنن و اون رو بازخوانی کنن. گونل هم گویا بعد مدت‌ها از ابراهیم درخواست کرده که یکی از آهنگای مشهورش رو اجرا بکنه. ولی ایبو علیرغم اینکه بار اول به گونل اوکی داده، بعدش از طریق یکی از کارکنانش به گونل پیام فرستاده که نمیخواد آهنگش بازخوانی بشه. گونل هم حسابی دلخور میشه و تو مصاحبه میگه ابراهیم همیشه جای پدر من بوده. من نمیدونم چرا چنین برخوردی با من کرد. در حالی که وقتی از خانم یلدز تیلوا درخواست کردم که یکی از آهنگاش رو بازخوانی بکنم بدون اینکه حتی از من پولی دریافت کنه قبول کرد. گرچه این علاقه دختر پدریوار به اختلافی که پیدا کرده بودن چربید و گونل دوباره توی ایبوشوی سالهای بعد حضور گرمی داشت. یک چیز جالب که در مورد گونل باید بدونید اینه که گونل مغزش خوب کار میکنه و تو کار بیزینس هم هست. به این صورت که تو دوتا از بهترین منطقه های استانبول یعنی اتیلر و نیشانتاشی دوتا مرکز ارائه خدمات زیبایی و یک رستوران داره و سود خوبی هم از این بیزینس ها نصیبش میشه. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. نظرتون رو حتما برامون کامنت کنید که خیلی واسمون مهمه. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.